اینو لیدم بلد نیستم برم. بریم و لیتس گو. اینو بزنم چونم باز یه بار زدم کل این مسیر رو رفته بودم افتادم دیگه چونم بارش. جامپشون جامپشو زیاد میزنم. من یه بار رفتم جامپشو نمیتونه هر بار. من حتما باید یک چیز بشم دبگاهی برم. دردونه فین آی بس دیگه. من نتونم بگم آفرین. من این رو واقعا یس. خب لیتس گو. نکن از اول میاره. از اول نیارزش این کار. نمیدونم هیچی. از اول بیاره یعنی این پرگره اینقدر فوش بدم. درسته خدا رو شکر پرگره بیشرف نیست. دردونی فین من چی فشاری داره پرگره فشاری. بلد نیستم. نه کلا یکی زدم عقب‌تر. حالا حتما دیگه باید برم. لیتس گو. فکر کردم قرار بازم فشاری شم. بله من فشاریم. سوستان دیگه. یه بار دیگه. یه بار دیگه. یس بیبی اینم که واسه آرام باش. همین رو بگم و ریدم. بله یه بار دیگه. یس بالاخره. خب این مرحله من نیدم. اشکال نداره. چقدر مراحل سختی هستن. من خب نه این پرگره به خودش چی فکر کرده. نمیدونه ما انقدر اصول. What do we hear؟ نمیشه یعنی نشه میرم به سازنده پرگره فوش میده. اینجا دیگه خفنه دیگه. من خیلی نباید رو این بریم. خاک دوست باید اینجوری یک جام بره. بهترین جا دردانه فین.
یس فقط بدون این چپه رفتم باری نمیشه وای ولی مپای خیلی خوشگلی سو باری کلار فوش مثبت باشید همیشه در شرایط نیاز فوشم نزشته در شرایط نیاز هم فوش ندید مثل در الان که من مثلا فوش اصلا مثلا فوش یس برسیدیم به بیابان سوزان خب رابرت شبیه داشاق اینجا من انسان دوستم شبیه من این کاکتوس رو دوست ندارم شبیه داشاق خب اینجاست من چرا نیده من به سیاپوس چون سیاپوسی نداشت از این کار چقدر سازنده پارکور نشد سازنده پارکور عزیزم سیاپوس بیشرف فشار شیوه رو بکس لیف میدم بقیش باید اینا ها نمیخوره